صبح زود بود. آفتاب تازه از پشت کوههای خاکی دست سرک می‌کشید و بوی نان تازه در کوچه‌های گلی می‌پیچید. احمد پسرک دهاتی با پای برهنه از خواب برخاست. اولین نگاهش همیشه به مادرش میافتاد، مادری با دستان پینه بسته و چهرهای آفتاب سوخته اما مهربانتر از خود آفتاب. مادر کنار تنور نشسته بود و نان میپخت. وقتی احمد را دید لبخند زد و گفت پسرم زود بیدار شدی، خدا عمرت بده. احمد لبخند زد و کمک کرد هیزمها را مرتب کند. او میدانست که مادرش چقدر زحمت میکشد، هم در مزرعه کار میکرد، هم در خانه و هم با دلش زندگی را پیش میبرد. پدرشان سالها پیش از دنیا رفته بود و مادر هم پدر بود و هم مادر. بعد از صبحانه احمد بیل را برداشت تا همراه مادر به کشتزار برود. در راه مادر از صبر و امید حرف میزد و میگفت پسرم زمین اگرچه سخت است اما اگر با دل کار کنی روزیات را میدهد. احمد به دستان مادر نگاه میکرد، دستانی که با همه خستگی هنوز مهربان بودند. در دلش عهد بست درس بخواند، بزرگ شود و روزی مادرش را از این همه رنج نجات دهد. غروب که برگشتند آسمان سرخ شده بود. مادر خسته بود اما وقتی احمد برایش آب آورد چشمانش برق زد. دست بر سر پسر کشید و گفت تو امید زندگی منی. در آن خانه کوچک گلی چیزی بزرگتر از فقر وجود داشته، عشق. عشقی که احمد را قوی می‌کرد و مادر را زنده نگه می‌داشت.